در مورد رشد بچه‌ها یک سری اتفاقات و گفته هایی هست که اینها نه تنها گرهی رو از بچه‌های ما باز نمی‌کنه، بلکه به جز اون که حالا مشکل جسمی رو فکر می‌کنن دارن، یک موضوع روحی رو هم به بچه‌ها اضافه می‌کنه و اون رشد قدی هست. یک جمله خیلی خیلی غلطی به جد بین خانواده‌ها شروع شده و اون جمله این هست که دختر بچه‌ها چنانچه پریود بشوند دیگه رشد قدی نخواهند داشت. این جمله بسیار غلطه. از این جمله خیلی ها میخوان منفعت ببرن و من خواهشم اینه خانواده هایی که دخترهای در حال رشد رو دارن مراقب باشن که گرفتار این چالشه نشن. و نمونه بارزش اینه که دخترهای عرب عملا رشد قدیشون بعد از پریودهاشون شروع میشه. خیلی راه دورم نمیریم. اروپایی ها مدلشون متفاوته، امریکایی ها متفاوته، اما در این اقلیم خاورمیانه که ما در اون زندگی میکنیم دخترهای عرب معمولا پریود که میشن بعد از پریود گرفتار این میشن که در واقع رشد قدی پیدا میکنن، همه چیشون رشد میکنه. ما امروز یک موردی داریم با یک خانم بزرگواری که لزومی نداره اسمش رو من معرفی بکنم، اما راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. بله شما بفرما ببینم عزیزم چند وقت داری برای رشد قد تلاش میکنی؟ من نزدیک 2 سال. 2 سال هست داری تلاش میکنی. اولین تلاشت چی بوده؟ اینکه اومدم پیش شما ویزیت شدم، بعد دورای درمانی شروع کردم، حرارت کبدم بالا بود، از وقتی که دارو رو شروع کردم حرارت کبدم کنترل شده، کف دست و پام دیگه داغ نمیشه، بعد حجامت عمو شروع کردم، کم کم نتیجه گرفتم. الان از نزدیک بکنم 1 ماهه که از وقتی که حجامتمون پشت سر هم دیگه انجام دادم 3 سانت قد کشیدم، بازم قدم بلندتر شده. جای دیگه رفتم بهم گفتن که صفحه رشد بسته شد و دیگه فایده‌ای نداره. چند سالته؟ الان 17 سالم. خب قبلا پیش همکارای متخصصم رفته بودی برای این کار؟ رفتم. بله. چی گفته بودن؟ گفته بودن که دیگه فایده نداره، صفحه رشد بسته شده، بعد آمپول بزنیم. اون ویزیت کی بوده؟ فکر میکنم 4 سال پیش بوده. 4 سال پیش به شما گفته بودن که دیگه رشد اتفاق نمیفته. الان تو چند ماه شما یک بار 3 سانت قدت اضافه شد؟ در عرض 1 ماه و نیم. صحبت خاصی پیامی برای دخترهای همسن و سال خودت چی داری عزیزم؟ اینکه پیش آقای دکتر فریمی نتیجه بگیرید. به جز اینکه پیش من بیان آیا امیدوار باشن که رشد قدیشون امکان پذیره؟ بله. و اون ناامیدیه رو باش چیکار کنن؟ اونایی که بهشون گفتن دیگه قدتون رشد نمیکنه. اشتباهه. راه وجود داره. ورزش کردن، با تناب زدن، با حجامت کردن باعث میشه که رشد کنه. بله حجامت هایی که مشخص جاش، زمانش و همینطور با اصلاح مزاجی که حرارت زائد چی بشه از بین بره. صحبت خاصی پیامی عزیزم؟ پیامی نداری برای همسنای خوده؟ شاد باشن و امیدوار باشن. مرسی درود به شما بزرگواران. بله این هم یک نمونه از مباحث شادی بخش و فرح بخش که میتواند موضوع رشد قد بعد از 4 سال از اعلام اینکه صفحه رشدی بسته شده رشد قدی اتفاق بیفته. ما بسیار نمونه داریم اینجا و چون تابستون از خانواده ها رو بچه ها فوکوس میکنن و پسر و دختر فرق نداره. اون چه که ما رکورد افزایش قدیمون رو تو بچه یعنی پسر بچه 21 ساله داشتیم که اون هم خیلی نگران بود و 8 سانتی متر افزایش قد رو بعد از سن 21 سالگی تونستیم داشته باشیم.